خیلی ساله که سحر جون و کیوان جان 2 نفری با هم جایی نبودن برای مصاحبه. با آهنگ دل کوچولو شروع کردیم به یاد محسی عزیز. راجع به گوگوش، خانم گوگوش یه جمله به من بگید. سلام به همه دوستان و همراهان همیشگی کانال. تا حالا شده اسم علی دایی رو بشنوید و ناخودآگاه مکث کنید؟ اسمی که برای میلیون‌ها ایرانی فقط یک فوتبالیست نیست، یک اسطوره هست، یک خط قرمز نانوشته و یک چهره‌ای فراتر از حاشیه‌های معمول. حالا تصور کنید نام علی دایی نه در زمین فوتبال، نه در یک مصاحبه ورزشی، بلکه در دل یک تصمیم جنجالی رسانه‌ای دوباره به صدر توجه‌ها برگرده، اون هم به شکلی که کمتر کسی انتظارش رو داره. در روزهایی که شبکه‌های ماهواره‌ای برای زنده ماندن دست به هر کاری میزنن، ناگهان خبری منتشر میشه که مثل شوک الکتریکی فضای مجازی رو میلرزونه. همسر سابق علی دایی مقابل دوربین یک شبکه پرحاشیه‌ای ماهواره‌ای. خبری که کافی بود تا موجی از سوال، کنجکاوی، قضاوت و تحلیل به راه بیفته. حالا چرا این شبکه و مهمتر از همه چرا این انتخاب؟ پشت این تصمیم نامی قرار داره که سالهاست با جنجال نفس میکشه. حمید شبخیز، مدیری که بارها نشون داده برای بالا کشیدن نام خودش و شبکه ITN از هیچ خط قرمزی نمیگذره و این بار هم با حرکتی حساب شده یکی از حساس‌ترین نام‌های درد شده در ذهن ایرانی‌ها رو وارد بازی رسانه‌ای کرده. شبخیز که همیشه به استفاده از مجریان پرحاشیه و چهره‌های جنجالی معروفه، این بار سراغ کسی رفته که شهرتش نه از فریاد و جنجال بلکه از نسبت مستقیمش با علی دایی میاد. نسبتی که به تنهایی برای انفجار فضای رسانه‌ای کافیه. اگه میخواید بدونید که این همکاری دقیقاً چه پشت پرده‌ای داره و چرا این همکاری شکل گرفته و تا این حد حساس و بحث برانگیز شده، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. شبخیز سالهاست که در فضای رسانه‌ای فارسی زبان به عنوان مدیر و مؤسسی شناخته میشه که به خوبی میدونه چگونه با ایجاد حاشیه نام خودش و شبکه‌اش رو زنده نگه داره. اون برخلاف بسیاری از مدیران محافظه‌کار هیچ وقت سعی نکرده تصویری آرام و بی‌دردسر از خودش بسازه. برعکس حمید شبخیز همواره نشون داده که جنجال بخشی از استراتژی کار اونه. همچنین حمید شبخیز معتقده که در تلویزیونش نباید اثری از غم و غصه باشه و همیشه سعی کرده برنامه‌های بسیار شادی رو برای سرگرم کردن مردم و مخاطبان بسازه. شبکه ITN از همون ابتدا با همین فرمول جلو رفت. استفاده از مجریان پرحاشیه، برنامه‌های گفتگو محور پرتنش و یا برنامه‌های بسیار شاد و چهره‌هایی که یا به خاطر ظاهرشون یا گذشتهشون یا روابط شخصیشون خوراک فضای مجازی هستن. نام‌هایی مثل سهیلا گلزار که حضورش همیشه با واکنش‌های دوگانه همراه بوده. از یک سو مخاطبانی که جذب ظاهر و سبک اجرا میشن و از سوی دیگه منتقدانی که این نوع انتخاب‌ها رو سطحی و حساب شده میدونن. اما حتی در میان تمام این انتخاب‌ها تصمیم اخیر شبخیز یک پله بالاتر از همیشه مخاطبان رو شوکه کرده. وقتی خبر همکاری مهسا خانپور با شبکه ITN منتشر شد، خیلی ها در ابتدا تصور کردن این یک شایعه‌ای بیش نیست. نامی که سالهاست بیشتر در حاشیه شنیده میشه، ناگهان در قالب همکار رسمی یک شبکه ماهواره‌ای، اون هم یک شبکه قدیمی فارسی زبان مطرح شد. اما خیلی زود مشخص شد که این خبر نه تنها واقعیه، بلکه کاملا جدی و برنامه‌ریزی شده است. مهسا خانپور، همسر سابق علی دایی، چهره‌ای هست که بدون حضور مستمر در رسانه همیشه برای افکار عمومی جذاب بوده. ازدواج با یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال ایران، مادر دنیز دایی بودن و سکوت‌های طولانی مدت رسانه‌ای باعث شد که نام او همیشه با نوعی کنجکاوی همراه باشه. حالا همین چهره در برنامه‌ای با محوریت روانشناسی، اون هم در ساعات پایانی شب وقت ایران، در مقابل دوربین شبکه ITN می‌نشینه و به اجرا می‌پردازه. انتخابی که به وضوح نشان میده شبخیز دقیقاً میدونه داره چه میکنه، زمان پخش، موضوع برنامه و هویت مجری همگی انگار به شدت حساب شده به نظر میان.
اگرچه مهسا خانپور همیشه سعی کرده کمتر در معرض رسانه باشه، اما سابقه او و ازدواجی که با علی دایی داشته کاملا خالی از حاشیه نیست. بسیاری هنوز مصاحبه‌های جنجالی که او با دختر محستی، سحر و کیوان پسر پایده داشته رو به یاد دارن. مصاحبه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. این گفتگوها نشون داد که مهسا خانپور برخلاف ظاهر آرام توانایی مدیریت گفتگوهای حساس و پرچالش رو داره. خیلی ساله که سحر جون و کیوان جان 2 نفری با هم جایی نبودن برای مصاحبه. با آهنگ دل کوچولو شروع کردیم به یاد محسی عزیز. بوردینگ اسکول انگلیس خیلی مشکله، نه؟ دیسیپلین خاص خودش رو داره. خیلی سختی میکشیدی؟ خیلی. یکی از خاطراتی که همیشه یادم میمونه چون انگلیس بودم و خب سن کم، البته همونجا بود که من این ویدیویی هست که دوست ندارم ببینم. همونجا بود تو رویال البرتا. من صحبت نمی‌کنم راجبش، فراموش کنید. نه دیگه هر کی بالاخره سحر دختر نازا. بله. افتخار که مثلا تو رویال البرت هال تو اون سن اومدم و مامان بسنن، هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره. بعد همونجا سورپرایز شدید که اون پیشنهاد بهتون دادن؟ بله، یک دفعه گفتن سحر کجاست؟ گفتم هممون جوونیامون عکس و ویدیوهایی داریم که خوشمون نمیاد. مسلما متاسفانه مال من خب 1 میلیون هیت گرفت. ولی الان که فکر میکنم دلتون تنگ میشه؟ نه فکر نکنم واقعا. راجع به گوگوش، خانم گوگوش یه جمله به من بگید. اون چیزی که توی ذهنتون برای خانم گوگوش میاد. یک هدیه الهی، واقعا یعنی یه گیفتی بود که حالا یه نمونه، من میگم تقدیر، اصلا خدا هم نمیگم، خداوند، اینا یه هدیه‌ای بود که نصیب ملت ایران شد. بسیار خوب. داریوش آخ گفتیم داریوش. من یه لقب بهش دادم، افسانه و عشق یک ملت. براست نه داریوش مثل افسانه میمونه، مثل آره واقعا اونم افسانه است. اون واقعا افسانه است. من میگم مثلا موزیک ایران 100 سال دیگه شک نکنه اسم داریوش مثلا داریوش دیگه. اصلا وقتی میگیم داریوش دیگه توضیح نداره. ما میریم از پادشاهای ایران کوروش لامصد همین. دوستان عزیزم، نظر شما در این خصوص چی هستش؟ حتما نظرات ارزشمندتون رو برامون بنویسین. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. ماچ به کلتون.